الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که حکم جشن گرفتن 8 مارت را به ما بیان نمایید. بارک الله فیکم. برادرانم و خواهران موحدم، امت اسلام و مسلمین دو عید دارد و همین دو عید را جشن می گیرد که این دو عید در یک سال یک مراتبگی می آید. عید فطر بعد از پایان یافتن ماه مبارک رمضان و عید اضحی بعد از حج و در مناسک حج عید اضحی. بارک الله فیکم. بعد از دو بزرگترین عبادت دو عید وجود دارد که ما در این دو عید خرسندی میکنیم و جشن میگیریم. اما غیر از این دو عید دیگر عید برای ما وجود ندارد و دیگر همه عید کفار است. اما بخصوص جشن گرفتن عیدی که به نام عید میگویند، این کفار میگند عید 8 مارت، البته جشن گرفتنش حرام است و کفر است. گرچنده که صاحبش را کافر نمیگوییم، از سبب اینکه بسیاری ها از سبب جهل و نادانی این عمل را انجام میدهند، اما این عمل خودش کفر است. چرا که جشن گرفتن این 8 مارت گویا که جشن گرفتن بی‌حجابی است. اصل پیدایش 8 مارت از کجا بود؟ وقتی که این دولت کمونیستی ملحدی شوروی منطقه های آسیای الوسطا، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان که این همه مسلمان نشین بودند، ترکمنستان، اینجا را، این منطقه را ضبط کرد، به زیر تصرف خودش در آورد، مستملکه خود کرد. در همین 8 مارت گویا اعلان برای آزادی زنان کرد، اعلان حجاب کشی، اعلان نقاب کشی، اعلان برهنگی. و همین روز 8 مارت را گویا آزادی زن اعلان کرد و هر ساله این را به جشن گرفتن شروع کرد. این البته روز جنگ به دین است. روز 8 مارت این جشن گرفتنش و این عید، این اعلان جنگ به حجاب است، اعلان جنگ به حکم الله و رسولش است. برای همین جشن گرفتن این عید کفر است. اعوذ بالله من ذلك. به نهایت گناه بزرگ است. مسلمان باید توبه بکند و از این عمل دست بکشد. بارک الله فیکم. اما کسانی که جشن میگیرند از مسلمان ها، ما اینها را کافر گفته نمیتوانیم. این عمل کفر است، اما صاحبش را کافر نمی کند تا همون زمانی که حقیقت را فهمد و غیر و بعض مسائل ها. اما بارک الله فیکم، به نهایت خطری بزرگ دارد. اصلا این 8 مارت از دیگر عیدهای کفار فرقش این است که دیگر عیدهای کفار برای خودشان هست، اما عید 8 مارت خاص برای ضد اسلام است، ضد حجاب است. با این را گفتن عید مادران یا که عید آزادی زنها، که همه اش این دروغ است. بلکه این عید برهنگان، عید بی‌حجابان، اعلان جنگ با حجاب، گویا که عید و غیر از عیدهای بدترین. برای همین نصیحت ما به برادران و خواهران این است که در این روز شما مثل دیگر روزها زندگی بکنید، تبریک کردن، هدیه دادن و از این عملهای زیشت دست کشید. چرا که تبریک کردن یک زن در این روز گویا که تبریک کردن به بی‌حجابی هست. تبریک کردن یک مادر در این روز به عید گویا که 8 مارت که دارند، تبریک کردن به این که بی‌حجابی این یک عید است. اعوذ بالله من ذلك. برای همین یگان نفر از مسلمان البته به این چیز راضی نیست و این روز را همچون عید قبول ندارد. و نه فقط این روز را، دیگر از عیدها را به مانند عید نوروز که عید مجوسی است و کفر است، و یا عید میلادی و یا دیگر از عیدهای تمام باقی مانده عیدها، همه اش را مسلمان جشن میگیرد به جز دو عید که ما بیان کردیم. بارک الله.